شتن تیاره جنجوره خیلی خیلی شکو شما خوب بفهمیدم گیلک من برفته برات کار رفته بخو با تک کوچه گلوزی میکنه حالا گیلک پیش شمونه رو برده من خیلی خود خوب برده که شاگرد کردم پیش خود خیر بینی خونه شما با تشکر خداوند شما خیر بده کردم تکوشو حتی شما خودم بچه ها جنگ و جدادش و چیزش بل برای کار رای میکنم برف نمیکنه خوب شده رو هم سر کار برده یعنی حالی خود رضایت داره به پیش شما سعی کو هفتگی خورم معلوم کو که کوشش کو که یاد گیری کار یاد گیری امروز کار یاد گرفتن خیلی برای آدم فایده داره چه خوبه کردیم جیجی خوبه کردم گپ بزنی به خرج چی رقم خرج چند وعده خرج میده 3 وعده خرج میده یعنی همینجا جا هسته که خوشی خود تیار دیگه اگه همینجا جا خوش شدن هسته غیر همینجا خوش شده که وجد آمدن دیگه چی داری که تو خونه بیه خواستر کردم کنی خیر بینه خدا خلیفی تو خیر بده سعی کنم چه خوبه کردم خلیفی تو آدم خوبیه و همینجا بس از خود اینو کار یاد گیره به خیر خوشی خب دیگه من مزاین تم نمیشم خدا حافظ دیگه خدا حافظ چه خوبه کردم خدا حافظ خدا حافظ خود گله کجا بود؟ از این انسان کارگاه خیلیتی داره قرار برده پیش شاگرد کرده خدا این خیر بده الهی شکر ما دل جمع شدیم دل جمع شده دیگه ولی چرا همینجی خوب میشه 3 وعده خرجی را میده خوب کار جوره دیگه ولی کن خب گیلده با کار جور که عباس چه کار میکنی؟ عباس چه کار شده؟ عباس که به سیر خونه شاگرد بود بابا اون بیا مدرسه خودشو خونه بگذاشته گفته من خلیفی عباس زده دیگه نمیرم بازی کنم صدا کن عباس عباس بله بیا اینجا بده خیریته تو که سرکار رفتی بودی کسو بله سرکار آقا چرا بیا میدی؟ فیلم بر بزن بزده چی گناه کردی بید که زده؟ هیچی مبدع کرد ادمن کار بکردی تو چه کار میکنی؟ اونا مدرجه چرا میدنه من اول که تور دادون دست خلیفه گفتم گوشتی از تو سخونی از من بگم میفهمی تو یک شپات داده بیا می دیگه سرخوخ نیستی کاری نکردی گفتن من بیرو کرد باش برو سر کنم بخی بده نمیخوام بگم برو دیگه نه یا سرا برو سرکار خور بده با چی خاطر میزنی؟ برو سرکار خور بره خلیفی هم بزنه شما بر بزنی ازن نکنی تو خدا ببینه آخی یک چپات دادی مگر بغر شد بجه بیا یاد کن شما مگر بچه ناز نمیگی تو نکنه کار بر بزنی همین تو ناز دادو کنه ولی هر کنی یک چیز شد و تاثر نه خوبه که زمان شما دست بگیری با منسه کنی چه کار کنی؟ خانه میبرم آن باشه خوبه من دست بابا بابا آن بگیریم مرتکه زنگ دادم محمد دست بیا کینه؟ ما چون بله لالا نوروزی اشتنی برو شکر
خود شما کدوم به مجلس دیشه به مسجد همی گفت تحوالا شد. خود شما میفهمن که همی ارباب به درد ما و شما نمیخوره. خب پس شما چیز کنم بچه من شما دیگر خبر کنی که من رختا خبر کنم میام به کوچه میام که با خود شما برم یا به چی ارباب سای. لالا ببین 5 سال 6 سال میشه این ارباب ببین منطقه ما و شما اربابی کرده ما دی چی خیر دیدیم هم خود شما فکر کنید هم خیلی که با ما و شما رسیده کدوم که خداحافظ دیگر شما برای بچه مچه‌ها انجام کنم من بدر میشم سرا خداحافظ خوب شد گوشید بیاردی مونه روز بیدم که گفتن که میرن که بچه ها جمع کنه که به مسجد ارباب انتخاب کنه ارباب دگه او ارباب ما این بدر کنه یو ارباب میتازم والا و ارباب گندی بیدم میگم گرگم هیچ اصلا با ما خدمت نکرد به این منطقه من میرم دیگه خوب من مشورم نه من رفتم جای میمونم. کجا؟ من چون مثلا خاله رفتم کجا رفتم میمونم. گاندشتیم. میایم زودی. نه. شاید نما شما بیایم. کمی کار داشتم برای اینا. چیه که بگید که ما بازی بگم. خب اونا که نمیام بگین نماشون میایم دیگه. واس خاطر که ما جمع شدیم اینجا. پس تو بیا واس پیار خود نمایندگی پیار خود ما بیا بریم. کجا برم؟ بریم پیش بچه ارباب. به چی کار؟ ما می ارباب سابقه نمایی. بیرون کردیم می همسایه‌ها جمع شدن مال ما بریم پیش بچه ارباب سیف. بریم. بریم. عباس سلکو چیم دام سرا کینه برو سلکو کینه بابا بله همسایه آمدن میگه با آقا تو کار داری به من کار دارم آه برو دم سرا ما میگه این دقیقه صدا کنی بگو بیایم خونه بیایم که گلاس چایم بخورم خوب برو بگو بیایم خونه بفرمایید السلام علیکم شما خوبه زنده باشید بچه بگی چای تازه هم بیارم بریم نه چکه چای بدن یک گلاسی همین مال چای هم بخوردم بیامده به دیدن شما بسیار بسیار خوش آمدین زنده باشید صفا آوردیم واقعا خوشحال شدم من یکی و تنها همین شیشته بودم خوب شد بیامدیم هر روزی که ارباب پیار به خدا بیام کردن دیگه من گوشه نشین شدم من میتونم کنج خونه می شیشتم چه کار کنم دیگه مسجد میرم و میایم من کنج خونه باقی رفتگان دعا میکنم باقی جمعی الاسلامی خدا بیامرزه. زنده باشین خداوند مردای شما را بیامرزه خب بخشش باشه دیگه مزاحم شده خواهش میکنم مزاحم چیم شما قدم شما به روی چشامونه ما یک جلسه کردیم دیشب به ماچه چی جلسه هم در رابطه ارباب بله ها گفتم اون ارباب به دردمون نمیخوره بیشتر دیگه چرا ظاهرا که آدم خوب معلوم میشه اصلا هیچی به این 5 سالی به اینجا ارباب به این 5 سال ما اصلا از خدمت ما ندیدیم به این منطقه دیگه این مردم خورد کلام فقط همین هم اتفاق بشیشتیم اتفاقا همه شما رو انتخاب کرده
یعنی راست رو برسیم اگه از بر ما تیر شیم خیلی خوب نه میشه. هیچ راه از روزی نداره. که اجاقا شما خدا بیامرز بمرد باز زمین مردم جمع شدم ارباب انتخاب کردم همین برادر رو بشوندم هیچ خیلی مازی برادر ندارم نه از حساب سرک نه از حساب برق نه از حساب کمک هیچ خیلی ندارم فقط ما پولگیران کردیم همه جمع شدیم جلسه کردیم که امو اجراب سب که بود خدا بیامرزه ایواز از او باید بچه باشه الان اگر به زمین تاریم دستور شما رو میگیریم اگر باسمون بریم پاش همین مردم هم هیچ چاره نداره. شما خود نظر لطفی داریم، نظر لطف شما نه خوب نظر داریم، اما من شاید نتونم مثل اجاقا خوب کار کنم خدمت کنم به این مردم چون که اونو همون بزرگا سابق خیلی خدمت میکنن. نگو همین که شما میگین راست میگین. بشکشین. یک چند دفعه برای من همین پیشنهاد بکردم به تکلیچه و مسجد و ایواری بر گفتم شما دوستا گفتیم اجاقا شما که بود کلان سندم بود نام خدا قچاقم بود شما کنم خدا جوان بود. از اون نظر خود الجم باشه من میتونم این کار پیش ببرم من میگم گردن بستگی نشه نه. مثل بعضی اربابا اون میبینیم بعضی از مناطق که هست همین دسترخوان ملی آمد کمک آمد تو از اون دسترخوان ملی که نون خشک بود تو از نون خشک بعضی ارباب سایقا بزدن به قوم خشک دادم و به دیوار و به خشاونداخ و قوماخ و اینا دادن کمک ها WFP آمد گندم و اینا اونا رو ببینیم سعی کنیم که به چی حالت توضیح کردم واقعیت میتونم اونا رو حق ناحق کردم به همین منظور من میگم که میشه یک وقتی خدای نخواسته از من مردم یک شکایتی یک چیزی نکش شکری جیتیجی ما نداریم که به ایتکارا و اختلاس و حرام خوری اینا دست بزنیم چون که پیار مار قسم داده گفته تو میتونیم برای مردم خدمت کنیم ایلک جان شما به چهار کلمه بگین دیگه شما به خود چوب 300 نفر جمع شدیم یک جا و از این جمله 300 نفر یک نفر یادم انتخاب شده یک نفر من یک نفر هم اجاقا از اینا کالی بیامدیم دم خونه اجاقا از اینا نبودم برفتی بودم به یک جای دیگر می اومدم بله الان ما از طرف همین 300 نفر ما بیامدیم پیش شما فقط از شما اینمی کلمه هار میخوایم کلمه مردم چشمه رو به گپ ما بریم این آدم هم عوض اجاقای آورده چی میگه لولو گیلک؟ شما چی نظر داریم؟ اینا چی میگن؟ من نمیفهمم چی میفهم اشته آدم خوبیه واقعا من دوست دارم اجیابا ما میدونم به تماچین گفتم ارباب صاحب من چون 4 سال من چه کار نکردم 4 سال من گفتم من چه کار فلان کار نکردم خداوند بیاموزن پیرک شما همه 18 سال که ما مردم خدمت کرد واقعا خدمت کرد زنده باشی اما همین ارباب هم 4 سال میشه همین منطقه حساب ارباب گروهم ما رضایت نداشتیم دیگه کسی زورکلگی کرد بیار 2 سال ما ارباب استاد کرد اصلا هیچ خدمتی با ما نکرد راست میگه گیلک همین تکه میگه میتونه راست میگه به چه ارباب صاحب بله ما دیگه بیشتر مزاحم نمیشیم خواهش میکنم امشب خوبتن و همه جمعیم شما بیایم به مسجد من به مسجد خود میایم از مسجد خونه خدا رو گردون نیم اما اگه به خاطر اربابی باشه فقط رد ماریاله کنیم ما از اربابی بیزاریم چون که من وقتی که پیار و خدا بیامرز زمین ارباب بودم روز تا باشون به همین اتاق غیری که جنگ و جنجال فیصله کنن همین اتاق پر میشد و خالی میشد پر میشد و خالی میشد از مردم میامدم همین جنگ و جنجال و مشکلات و اینا دیگه دیگه روز تا باشم شب اینجا مردم همه جمع میشدن مشکلات رو میگفتن روز تا باشم هم لنگا پیار خدا بیامرز کنده بود از این ولسوالی به این ولسوالی این میرفتم فقط همین مشکلات ها مردم هم به گوش مسئولین میرسن دیگه مجبوریم راه و روش پیار پیش ببریم درسته هیچ چاره نداره به چه جرباست هیچ چاره نداره دیگه لا تا پا هم نکنیم خفتن به خیلی به مسجد آمادن خود میام من تو صرف نظر کنیم از حساب اربابی که من قبول کنم که اولی و ارباب نداره و ارباب از من دق میشه میگه مردم این تحریک کرده هر که دق میشه بره بخوان خود اجرا کنیم مردم از شما همه راضی همه راضیه و ارباب دیگه گپ خدا از اون راضی باشه خدا از مردم راضی باشه بریم لولو برای خداحافظ بریم لولو بریم خداحافظ میگم کجا میریم باشیم زنده باشین دیگه میرم تو خوشحال خداحافظ خداحافظ شما بخیر باشه خداحافظ شما با خدا چه کار کنم بچه‌ها
حالا سیر کنی مردم همگی روح با ما کردن نمیفهمم چه کار بکنم.